سلام میگم به بینندگان عزیز رادیو زودی و البته قبل از همه به همه آنهایی که بازم در آغاز یک روز نو با ما پیوستند در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب همین حالا ما را تماشا دارند و در شروع باز یک هفته نو من شعله گلخواجه در خدمت شما ایزان هستم با خبرهای تازه و میخواهم در چند دقیقه دیگر توجه شما را به این خبرها جلب کنم تا اینکه شما در جریان تحولات تازه تاجیکستان و جهان باشید. و قبل از اون که شروع کنم به تقدیم خبرها بار دیگر برای شما سپاس میگم برای اون وفاداری که برای ما دارید، برای اون صداقتی که برای رادیو زودی دارید و طور خود شما هم میگید روزتان رو با خبرهای رادیو زودی شروع میکنید. خب و اول نگاه میاندازیم به وضع باد و هوای ما همین حالا در پراگ 5 درجه گرمی رو نشان میدهد، اما پیشگویی میشود که در دوام روز برف میبارد. در مسکو پایتخت روسیه نیز باریدن برف پیش بینی شده، از گرمی هوا 1 درجه رو تشکیل خواهد داد. بینو به اطلاع آب و هواشناسان امروز در شهر دوشنبه هوای ابرناک تغییر یابنده در نظر است و در بعضی جایها احتمالاً باران میبارد. هوا باشد روزانه تا 11 درجه گرم می شود. خب چون از باد و هوا گفتیم، خبر اولی ما نیز مربوط به باد و هوا است. شرکت مسئول نگاهبین شورای دوشنبه خوجند چناک ایرس خبر داد که شب 9 به 10 دکبر حرکت تمام نمود نقلات توسط این شهر برای 2 ساعت بازداشته شد. سبب چنین محدودیت بارشات بی‌ایست و شدید برف عنوان می شود که احتمال تنبشوی ماشین ها را به وجود می آورد. بعد تازه نمودن راه و کارکرد با مواد ضد لغزش و استثنای ماشین های بزرگ باربر و یا خود فوره ها و نقلیات پریسپدار بر روای ماشین ها طریق این شهر را اجازه داده شد. باید گفت که شهرهای دوشنبه خوجند چناق یگانه راه ماشینگرد است که شمال تاجیکستان را با دیگر منطقه های این کشور از جمله با مرکز پیوست میکند. همساله با شروع برفریزی حرکت در راههای تاجیکستان از جمله راه دوشنبه چناق به مشکل میپیچد. با وجود آنکه راه یگانه راه پولکی در تاجیکستان به حساب رفته از روی استانداردهای جهانی باید 24 ساعت روا در آن باز باشد، ولی همساله با آغاز فصل زمستان رانندگان در روا مشکلی میکشند. خب ما نیز در نوبت خود به همه اونهایی که در این صبح بر وقت یا در این روزها طریق این شهر سفر میکنند برایتان سفر بی خطر آرزو داریم و امیدواریم که به هنگام حرکت در راه در این هوای سرباریش شما البته از احتیاط کار میگیرید. و باید گفت که یک دانشجوی ترکمند از ولایت موری ترکمنستان زیر چرخ کارمند سابقه‌دار اداره بازرسی اتومبیل شهر بختر مانده است. این دانشجوی سال دوم فاکولته شیمی و بیولوژی دانشگاه شهر بختر به نام ناصر خسرو مردان حیدرов بوده است که در بیمارستان ولایتی به نام بوری واحدov جان داده است. مقامات با گذشت بیش از 10 روز از این حادثه تصدیق کرد که مرگ دانشجو از بی‌احتیاطی کارمند سابقه‌دار بازرسی اتومبیل شهر بختر رخ داده است. از دانشگاه به نام ناصر خسرو شهر بختر به رادیو زودی گفتند که جسد مردان حیدرov روز 30 نوامبر در ترکمنستان انتقال داده شد. نعیم جان اشورov دکان فاکولته شیمی و بیولوژی دانشگاه گفت که حادثه روز 29 نوامبر رخ داده. آنها جسد را در بیمارستان ولایت پیدا نمودند و به نزدیکانشان سپردند. مقامات میگویند که تفتیشات حالا انجام نشده است. منبع رادیو زودی تصدیق کرد که علیه کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی طبق ماده 212 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی ویران کردن قاعده های حرکتی راه و استفاده واسطه های نقلیات پرونده جنایی باز شده است. هرچند فعلا از این کارمند سابقه‌دار اداره بازرسی اتومبیل شهر بختر نام برده نمی شود. باید گفت که پرونده جنایی را دوستان شهر بختر علیه او باز کرده است. خب البته ما این خبر را حتما بازم پیگیری میکنیم و در صورت پیدا شدن بازم یگان نویگری در این حادثه در این قضیه ما برای شما حتما خواهیم گفت. و مقامات مبارزه با رشوه‌خوری در تاجیکستان میگویند تحقیق پرونده یک افسر بازرسی دولتی اتومبیل را که به رشوه‌ستانی متهم میشود انجام داده برای محاکمه به دادگاه فرستادند. آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان روز 8 دکبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت فردوس غفورov سردار شعبه بازرسی در شهر استقلال روز 4 اکتبر راننده یک دوچرخه را در راه دستگیر کرده و بنابر نداشتن حجت رانندگی و شناسنامه تکنیکی
ки ба майдони ҷаримавӣ бурда барои аз ҷавобгарии маъмурӣ озод кардани ӯ 2000 сомонӣ талаб кардааст. Ба гуфтаи оҷонсӣ баъди шикояти расмии ронанда ки аз ӯ А ном бурданд, Фирдавс Ғафуров дастгир ва ба ришваситонӣ муттаҳам шудааст. Дар баёнияи оҷонсӣ омадааст Фирдавс Ғафуров рӯзи 6 октябр бо иттиҳоми гирифтани 2000 сомонӣ ришва дастгир гардид. خب به حالا رو میرم به خبرهای جهانی. ائتلاف زیر رهبری اجراکننده مقام سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در انتخابات پیش از مهلت ارمنستان دست بالا شد. ائتلاف زیر رهبری پاشینیان با 70% رأی آوازدهندگان تمام گروه‌های رقیب را شکست داد. به قول پاشینیان اکنون اکثریت انقلابی زیر نظارت این گروه خواهد بود. نتیجه یاد شده پیشکی است حزب ارمنستانی رشد کرده زیر سرپرستی صاحبکار ثروتمند گاگیک ساروکیان 8.3% آوازها را کسب کرده است. حزب لیبرالی رو به غربی سابق اتفاقچی پاشینیان ادمون ماروکیان با تخمینا 6.5% آوازها در جای سوم قرار دارد. حزب جمهوری خواهی که در گذشته حکومت را زیر نظارت داشت با 4.7% آوازها در جای چهارم است. لیکن برای وارد شدن به پارلمانت حزب باید حداقل 5% آوازها را کسب کند. صبح روز دوشنبه پاشینیان در صحبت با خبرنگاران گفت انتخابات واضح و شفاف بوده، شهروندان کشور برای اکثریت انقلابی آواز دادند. حکومت افغانستان رئیس فدراسیون فوتبال این کشور و 5 منصبدار بلندپایه این مؤسسه را موقتا از کار بیرون نمودند. این حادثه بعد اتهام بدرفتاری جنسی نسبت زنان فوتبالباز منتخب افغانستان به وقوع آمده است. روز 9 دکامبر جمشید رسولی سخنگوی داستانی کل افغانستان گفت منصبداران یاد شده در دوره تحقیق عیبنامه از اجرای وظیفه ها برکنار خواهند بود. به گفته رسولی چنین وضعیت امکان میدهد که تفتیش شفاف عیبنامه صورت بگیرد. بعد نشر گزارش نشریه بریتانیایی گاردین درباره بدرفتاری نسبت زنان فوتبالباز پرزیدنت افغانستان اشرف غنی فرمان داد که عیبنامه به طور فراگیر تحقیق شود. فدراسیون فوتبال افغانستان عیبنامه را به اساس خوانده گفته است که با تفتیشات همکاری میکند. بعد گفت که اتحادیه بین‌المللی فوتبال و یا خود فیفا نیز گفته است که حادثه را تفتیش خواهد کرد. در پیام به اشتراک کنندگان سران کشورها در شهر ریاض عربستان سعودی شوی این مملکت ملک سلمان بن عبدالعزیز ایران را با دخالت در امور دیگر کشورها متهم کرد. او گفت نیروهای افراطگرا و دهشت افکن همان را به ممالک خلیج و عالم عرب تهدید میکنند. روز یکشنبه 9 دکامبر ملک سلمان در نشست سران کشورهای شورای همکاری کشورهای خلیج سخنرانی کرد و از جمله گفت رژیم ایران سیاست‌های دشمنانه را ادامه داده به امور کشورهای دیگر دخالت میکند. شورای عربستان سعودی جنگ در یمن را هم خاطر نشان کرد که در آنجا ائتلاف زیر رهبری سعودیه به ضد نیروهای حوثی زیر سرپرستی ایران جنگ دارند. وزیر کار خارجه ایران محمد جواد توسط شبکه توییتر پاسخ داده ابراز داشت که در این منطقه رودمردان زیادی بودند که به آن تنها جنگ و بیچاره‌حالی آورده. شورای همکاری کشورهای خلیج در سال 1981 برای به وجود آوردن موازنه در مقابل ایران تشکیل شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین، کویت، عمان و قطر که همگی متفق امریکا هستند در این شورا عضویت دارند. چین سفیر امریکا در پکین را فراخوانده در رابطه به حبس مقامدار بلندپایه شرکت الکترونیک هواوی اعتراض نمود. رئیس بخش مالی هواوی با درخواست امریکا در کانادا بازداشت شده است. امریکا استرداد او را طلب میکند. منگ ونجو رئیس بخش مالی و دختر مالک شرکت عظیم الکترونیک هواوی میباشد. وزارت امور خارجه چین از امریکا طلب کرده است که درخواست استرداد منگ ونجو را لغو کند. در حالی برعکس چین اقدام‌های جوابی خواهد اندیشید. یک روز پیش از این مقامات چین سفیر کانادا در پکین را فراخوانده همین گونه هشدار داده بودند. منگی 46 ساله 1 دکامبر در فرودگاه شهر ونکوور کانادا بازداشت شد. امریکا را به کوشش فرار از تحریم ایران متهم میکند. امریکا شرکت الکترونیک هواوی را به آن ابدار میکند که توسط شعبه‌اش در هنگ کنگ تحریم آمریکایی را نادیده گرفته به ایران تجهیزات میفروشد. با گفته مقامداران امریکایی منگ و شرکت هواوی درباره دادو گرفتش با ایران معلومات غلط داده است. در اظهاراتی که در کانادا نشر شد منگ گفته است هیچ گناهی ندارد و بر ضد استردادش به امریکا مبارزه خواهد برد. در دادگاه هواوی ابراز داشته است که تمام دادو گرفتش با ایران بر پایه اجرای قانونها، دستورها و تحریم امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد عملی شده است.
روز یکشنبه در شهر قزان تاتارستان روسیه صدها نفر به میدان برآمده ابراز داشتند که مقامات رعایت قانون را فراموش کردند. اشتراکچیان جماعت در مسائل زیادی از جمله بنیاد کارخانه کارکرد اخلاق و پرتاب‌ها، مقام زبان تاتاری و حقوق افراد بیگناه مجازات شده حرف زدند. حکومت در میدان هزاره شهر قزان به برگزاری این جماعت اجازه داد. اشتراکچیان طلب کردند که حکومت روسیه نقشه بنیاد مؤسسه کارکرد پرتاب‌ها را کنار گذارد. همچنین زبان تاتاری در قلمروی این جمهوری مقام دولتی را بگیرد. خب به بار دیگر به همه اون عزیزانی که این لحظه ها به ما پیوستند درود میفرستم. شعله گلخوجه هستم در آغاز یک صبح نو، در آغاز هفته نو که در کنار شما ام و با خبرهای تازه تلاش میکنم شما را آگاه کنم. رو میرم به خبرهای تاجیکستان. انجمن بین‌المللی مینرال‌ها دو معدن نوی کشف شده در تاجیکستان را به فهرست جهانی مینرال‌ها وارد کرده است. مینرال‌ها به نام فلغرید و بدخشانید را گیالاگوی توجیک و روز در قلمروی بدخشان و وادی زرافشان پیدا کرده و به سبب مکان پیدایششان به آنها چنین نام گذاشتند. در اکادمی علمی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که انجمن بین‌المللی مینرال‌ها هر دو مینرال نو را روز 18 سپتامبر همین سال ثبت نام کردند. معدن فلغرید را در موضع کوه ملیک در ساحل روستای رودخانه یغناب و بدخشانید را در 45 کیلومتری شرق نویه مرغاب یافتند. در واقع در فهرست نو مینرال و معدن‌هایی که ماهیانه در وبسایت انجمن بین‌المللی مینرال‌ها نشر شده است نام فلغرید هست، اما هنوز در آن معدن با نام بدخشانید دیده نمی‌شود. باید گفت که مینرال‌ها معدن طبیعی است و در استحصال تجهیزات طبیعی، اسلحه، موشکسازی و دیگر ساحه‌ها استفاده می شود. در تاجیکستان در زمان شوروی و بعد از آن ده‌ها نوی مینرال ها را کشف کردند که بغیر از تاجیکستان در دیگر جا دیده نمی شود. جمله توجیکید، غرمید، دره پیوزید از زمره این مینرال هایند که دانشمندان توجیک پیدا و در فهرست بین المللی مینرال ها آنها را خوب ثبت کردند. خب با یک خبر دیگر هم هست. خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در 11 ماه سال روان از معاملات 127 تن مواد داروواری، آرایشی و گیگینی و غذای کودکانه مهلت استفادهشان گذشته را در کشور آشکار کردند. در این باره نسیم عالمزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان ضمن جلسه اخیر پارلمان اطلاع داده افزوده است که مواد مذکور که سرتیفیکات مطابقت نداشته به طلبات جوابگو نبودند محو کرده شدند. وزیر افزود که از 127 تن مواد آشکار شده 95 تنش داروواری می باشد. به اطلاع علمزاده برای به معاملات برآوردن محصولات غیر استانداردی و ضرررسان علیه قانون شکن ها بیش از 500 پرونده ماموری آغاز گردیده از نقض کننده های قانون 1,100,000 سومانی جریمه ستانیده شده است. و بینندگان عزیز، زیبا صنم مکزیکویی ونسا پونس دلیون در آزمون جهانی ملکه خوبان در سال 2018 مقام اول را صاحب شده تاج زیبایی را به سر گذاشت. آزمون 68 ملکه خوبان امسال در جزیره هاینان چین برگزار شد. ونسا پونس دلیون 26 سال دارد. ماریا واسیلیویچ دانشجو از بلاروس در بین زیباترین پنجگانه قرار گرفت. در این پنجگانه زیبارویان از یامایکا، تایلند و اوگاندا هم شامل شدند. گفته برگزار کنندگانش این آزمون را 1 میلیارد نفر در سراسر جهان تماشا کردند. خب بعد در این جای صحبت رو میاریم به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز $1 آمریکایی 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو 10 سومانی و 71 درم و 1000 روبل روسی 140 سومانی و 70 درم نرخ دارد. خب یادم نرود بینندگان عزیز، ما در روز شنبه گذشته یعنی در روزهای استراحتی یک گزارش داشتیم از نویه فیض‌آباد، انیقترش از مراسم به خاکسپاری 5 اعضای یک خانواده که در کراسنودار روسیه بر اثر صدمه نقلیاتی جان باختند و هر نفری که این گزارش رو تماشا نکرده با توصیه میدیم که آن رو ببینید. تقریبا در 2 روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب این گزارش رو 220,000 نفر تماشا کردند و پیشنهاد میکنیم که شما نیز این گزارش رو ببینید. و همین گونه اگر هر خبری که در رابطه با مهاجران و در رابطه با تحولات در روسیه بود ما برای شما خبر میدیم. همین گونه انتظار میرود که امروز و یا روزهای بعدی
دادگاه الکساندر سیومین متهم در تجاوز و قتل دختر 5 ساله توجیک از نو دیده برآمده شود و اگر در این نیز یگان خبری بود مطمئن باشید که ما یکم شده برای شما خبر خواهیم داد. و درباره امنیستی شما زیاد از ما میپرسید. در تاجیکستان باید برای شما بگم که تا هنوز در رابطه با عفو محبوسان از زندانهای تاجیکستان هیچ خبر تازه نیست. اگر قانون که قرار در این باره قبول شود و ما اولین شده برای شما بینندگان عزیز در این باره خبر خواهیم داد. باوری داشته باشید. و هر سوالی که همین حالا شما در پخشی مستقیم برای من دادید، من در دوام روز حتما به این سوال ها برمیگردم و برای شما پاسخ خواهم داد. تشکر برای آنکه ما را همراهی کردید. در جریان روز تحولات تازه در نظر است و باوری دارم که در برنامه خبری و همین گونه در سرخط خبرها ما را حتما همراهی خواهید کرد. روز خوب داشته باشید و تا ملاقات نوبتی. خداحافظی هر یک شما.